آره زدم ریکورد. گو نخوری. سلام به همه دالاپشیا. یه بازی دیشب نصب کردم، منتظرم متی بیاد خونمون با هم پلیش بدیم. یه بازی خفن. الان میخوام پلیش بدم. دو وایس صدا پوش. اسم بازیه نمیدونم چیه. خیلی گیم کولیه. اما در من میدونی چه بازی هستن. متی نمیدونه چه بازیه ولی میخوای اول تو بازی کنی. بیا سینگل پلی. دو نفره میشه چجوری دو نفر میشه. بعد سیو یک بگو. خب نظر تو بگو. خوشگله. خفه شو. فقط با موتور بوته رو پیدا کنم. اسپیس او خفه شو. سرس دیاد کن. پدرت وقتی پدرت آب کنترل پس میشه آب بخوریم. گو نخورم اون دور. برداشتش دوز کجا ولش کنم؟ میگه بندازش. آره چی ولی بیا بریم خونه لبنه. بیا بودو آشغالم میتونم بردارم. چرا نمیتونی برداری؟ آها خیلی خفنه. من عشق میکنم با این بازی واقعا. What the fuck آها اینجا باید بذارم شدی عقل دیدی؟ به افتخار کریزی فراک علی این آجمان علی گرامی درم نمیشه باز کرد هجی من داره باید چیندش میکنم. آه کردی؟ هم بهت گفتم گونه خودم فکرم رفت. بازش رو نکردی؟ اونم هست؟ عقل حال که خوب شد بودم گوه نخور. بذار این کفشه رو بردارم شاید نیاز شه. برو جلو فعلا. خدا خیلی خفنه. یاد بشین اینو بازی کنیم. اردک بودیم خدایی جدی. آها غذا ور میداره همش کسکش. چشم دیدم بذار واسهش غذا میخوام ببرم. تب کدوم ها؟ اوه آجی این بلدی بخونی اینو؟ نه داداش ما بی سوادیم. خودم بکنم یه باید یه کارایی بکنی تا راد بده. کجا فهمیدی؟ آها فهمیدی چی شد؟ این یارو آها وایسا اس زوم به چرخونش فهمیدم آره میگاده حروم زاده. آنه نیمه برو تو یکیشو زدی. بعد چیکار کنم اینا رو بخورم؟ شاید برم اینو بگیرم بهش ندم. گاییدن. حروم زاده میام مادرتو بریم تو باخچه‌اش. مادر سگ مادرتو میگویسا دایچیو بچه حروم بزن تو سرش. حروم زاده بیا برو جلو بکن یکی اینجوری بیاد جلو. نمیشه پرتش کرد. کفششو بردارم حروم زاده رو. نه خورده کیونم اینجا بیلتو برمیدارم مادر چونش. من وقتی علی گرامیو میبینم مادرتو. آها ببرش یه جا دیگه. فکر کنم تو مسائل جابجا می‌کنی یارو باید چونش بالاشه بره بیارتش. این کلا می‌خوای یارو. آره. ای وای حروم زاده این برا منه. تو آبجی دیدی صدا میده وقتی میرسه بهش. حروم زاده تو کس ننت نمیشه الان. فکر کنم بو کشته تو دیگه و یه جا برسیم به سخت‌ترین حالت ممکنه و سلاخه کنه مثلا دوله دوری باز میکنه دوباره. بعد چیلش ازش بگیره. آره دیدی گفتم چی برداشتم؟ آها ایول این خوبه. بابا این کونه همیشه میخوره اینجا. در بست میدم. آره باز
آها میندازمش تو آب الان مادر میشه پرش کرد. گیر کرد. قبول داری؟ بردمش تو آب دیگه فراتر از این حرفا بردم. یعنی یارو دنبالشه خیلی حال می‌کنه خیلی بازی خفن. وقتی یه جا رو میگایی واقعا دوباره بازش کن. معلومه که این کارو میکنم. دوباره بازش میکنم. ما در سگ چیکار میخوای کنی؟ حروم زاده. آها برو اون طرف نه توش البته میتونی چشم بری اونجا قفل داشتی. آه نه اونجا نه پشتش برو قفل اونجا داشت. میافته وای فهمید جون ناموست برم کن. بچه کشونیه حروم زاده داره نگاه. بیل هرم میرم مادرتو میبینم. وایسا پستش درو واکن. تخم باباتی درو واکن. بیا حروم زاده. کجا صدا پستش بیا ساندویچ. ای خیلی مادر نمک نشناسی. دیدی اصلا آقا چونه شو بگی ای کسیش نزد آها برو فرار کن او کسیش چجوری میاد آها بردارش برو بردار کسیشو بردار برو آها ایول گایدی بهت کسیش خب کلید اینجا رو باز. اه بشی میشه نه خدافظ یه دوستو آفرین. خب یه چی دیگه بگاهی بدیم اینجا سن بنده خدا میخوای ببندمش بعد دور بازش میکنم گاهی دمش دیدی عقل یه اردک بیل او داره میاد بیرون. نمیتونه بیاد. گوی نمیتونه نه باگ الان میاد میزنتمون. اینجا هم بود. سوراخ داره اینجا جی نگاه کن. آره دیدم. خب کس قلبتون دوباره چرم میریزیم بشیه یه وایسا یه چی نیاز داریم که بریم روش. خب بیلم میشه بیله رو میخوایم آها بذار روز تو سبده بهش کمک کن بس یا رابورا تو باغچه امروز بندم چون نگیرم ای وای چجوری میده دوباره میذاره کاش حروم زاده. جون مادرت برو. جون ناموس. وای پیکنیک بیاره بذار اول چیز کنم. خیزش کن خب اینو بذار همه پیک. نه بذار وسط آره اینجا خب برو ساندویچو نخور خودم میخورم. فکر ما اردک شدیم داریم میریم در پی او وی. بذار الان میرم کلاشو برمیدارم. کدو رو تازه فهمید. باغچه رو بگاهی این اینجا فرق تو چیز پیکنیک نمیشه. علامت سوال. بذار برم کلیدشو بیارم. نمیری بابا الان میرم کلیدتو میارم. سگ خور بگی مادر سگ. بگی نمیری. بیا بدبخت بیچاره بیا تو ناموسه چرا نمیای بیا نمیتونی بدبخت بیچاره بودی بیا دیگه تخم لاپاتا بیا جلو ننت منو میذاری کم تو ناموست مادر خیس شو تو علاوه از سوال بالا تخ داشتی باید برداریم بریم. آره دیگه بودو دید ای بابا ساندویچ بذارم پیکنیک کنم فعلا. خوبه میفهم برای خودش این ساندویچه خدا رو شکر. از ضبط تو برداریم چرا فرار کنیم بابا خود الان میرم گلتو میکنم مادر گلتو میبرم بیرون. اعصابم خورد کردی. از وسط سفره آره مرسی هویج نبردیم. یه دونه بده جلو سر فلاستی بابا تو چجوری اینجا بودی؟ بیا بابا. چقدر شد؟ زیاد نمیدونم یه ساعتی داریم ریکورد همون میکنیم. دیپارت یکش شد آره خیلی ادامه‌شو بگیر. آقا
مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. این اگه خواستید حالا نظرسنجی اینا هم میکنم، اگه خواست اونو که میذارم. اگه خواستید پارت 2 شو بریم یا یکی دیگه هم ازش بسازیم، یه تحقیق بکنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. بعد ما یه تخریبی خوردی تا حالا تو یکی انقدر اذیت نکرده بودیم. خدافظ. خدافظ. تا ویدیوی بعدی میبینم. داک بوی.